مامانم داره رب درست میکنه. ببخشید اگه صدای چرخ گوشت بیاد. هنر لاس زدن. سلام، من امروز اومدم با روکسی و مادر بزرگ پدر بزرگم. امروز اومدیم میخوایم راجع به لاس زدن صحبت کنیم. هنر لاس زدن. هنر لاس زدن یه هنره و یه چیزیه که توی حیوانام هست که حیوان نیستیم فلان، ما حیوانیم. حالا حیوونا چجوری با همدیگه لاس میزنن، چطوری به همدیگه نشون میدن که علاقه‌مندن یک ارتباطی شکل بگیره. بعضیاشون میرقصن، بعضیشون کادو میارن که مخ طرف رو بزن. راحت و آماده نیست جفتگیری کردن. سخته. لاس زدن باید خیلی غیر مستقیم باشه، باید خیلی نرم باشه، باید توی لبخندهایی که به هم دیگه میزنی ارتباط و این بیشتر حضوری اتفاق میافته. یعنی تو باید طرف رو ببینی که بتونی این کارها رو بکنی. باید خیلی آروم آروم و نرم و غیر مستقیم و اینا متوجه بشه که آقا من الان یه قدم اومدم جلو، اوکی یه قدم دیگه هم بیام جلو. سخته. این آقا چرا داره این کارا رو میکنه؟ نگاه میکنی ببینی طرف استوریایی که میذاری رو لایک میکنه یا نه، پستایی که میذاری رو لایک میکنه یا نه، به توییت هایی که میزنی واکنش نشون میده یا نه. نسل ارتباطات توی این عصر دیجیتال بتونه عصر دیجیتال خیلی باید ادبیاتت قوی باشه، خیلی باید بلد باشی با کلمات بازی کنی. بذار سرچ بکنم. فلرت رو تنازی کردن هم بهش میشه گفت، لوندی کردن، که خب خیلی قشنگه. و اتفاقا یه حرف خیلی زشتی که یکی از اطرافیانم بهم زد یه بار وقتی مثلا 15 سالم بود، گفت هیچ پسری از تو خوشش نمیاد چون اصلا ناز نداری و اصلا بلد نیستی که چطور دخترونه رفتار کنی، یا کلا بلد نیستی که اونقدر ارتباط بگیری با آدم ها و نرم نیستی. شاید مشکل از ما نیست. من مسکولینیتیم غالبه. من باید دارم با کسی دیت کنم که فمینینیتیش غالبه، که الان پشمام میروزه به این فکر میکنم و مثلا داشتم تو اینو میپذیرفتم. اما وقتی که وارد دنیا شدم شروع کردم با آدم‌های مسکولین ارتباط داشتن و رو خودم کار کردم و یکم تلاش کردم، فمینین انرژیم شکفت. نشر جانب. ولی خیلی زیباست. همون که مثلا با یه نفر آشنا میشی که مثلا پتانسیل این رو داره که یک رابطه عاطفی باش شکل بگیره و اینا، اون آروم آروم که دارید با همدیگه آشنا میشید، داری بخش‌های متفاوت اون رو میبینی، بعدهای مختلف شخصیتش رو کشف میکنی، خیلی زیباست. تو 2-3 روز میشه حلش کنی؟ معاشرت بکنی و بشناسیش و بفهمی که تو سرش چی میگذره، چه گذشته‌ای داشته، چه خاطراتی داره. مستند نمیسازیم که. باشون ارتباطی نداشته باشم. همینجوری رو مبل خونم نشستم دارم ذوق میکنم. یه پسره هست شروع کردین الان. دوست مشترک باش دارم، یکی دو بارم دیدمش وقتی ایران بودم. خیلی براش احترام قائلم، خیلی پسر خوبیه و من مثلا همیشه شکلی بودم که ایول مثلا خیلی آدم درستیه، خیلی سر ارزش‌هاش وای میسته، خیلی هم باسواد. باختی ماجی. مثلا آدمایی که از دور داشتی نگاهشون می‌کردی، استوریاشو نگاه می‌کردی، فالو داشتیش، توییتاشو می‌خوندی، یهو میاد خبر میده که شغل رویاهام رو گرفتم، ویزام اومد، ازدواج کردم. خیلی دوستتون دارم. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدید کامنت بذارید دستکش ظرفشویی. هیچ ربطی نداره، الان جلو چشم بود گفت. کیک نظری.